سلام، وقت زیبایتان بخیر. ایزای دل امید هستم که همتون خوب و صحتمند باشین. شما را خوش آمد میگویم به جلسه دو حرف مهم خط نستعلیق، حرف لام و حرف میم. بیایم ببینیم که حرف لام و حرف میم باید ما چگونه تحریر کنیم. اول تر از همه حرف لام ما و شما تحریرش یاد میتم، شما دقت داشته باشین. خب به خاطر نوشتن حرف لام ما به یک الف نیاز داریم. به یک چی نیاز داریم؟ یک الف. خب الف ما را ما اول تحریر میکنیم بسیار باریک، ساده و آسان. از قسمت میگیریم بسیار عادی، یک الف ما چی میکنیم؟ تحریر میکنیم. بس تا اینجا شد. از اینجا به اینجا سعی که توته میکنم خوب براتون واضح شوه. یک قسمت یک فشار بدین. سیس این دیده یک قسمت فشار دادم، از اون طرف باریک طرف فشار، از این طرف بسیار کمک بالا کنین. سعی کنین چقدر ساده پروسش. یک حرکت، دو حرکت، سه حرکت. خب ما جدا جدا اگه بخوایم الف خو یاد دارین، بارها کار کردین، مشکل نداره. پروسه دوم چی بود؟ از اینجا تا این قسمت یک فشار بود. پروسه سوم چی بود؟ قسمت کمک بالا. بسیار ساده دیگه. یعنی سه حرکت یک جای کنین حرف لام تحریر میشه. بیاین یک بار ما کامل براتون تحریر کنم. از قسمت بالا میایم بسیار عادی به حرف الف، از این قسمت فشار میدم تا این قسمت، تا این قسمت فشار دادم، از این قسمت آهسته بلند میکنم. به این شکل شما میتونید یک حرف لام بسیار مقبول و جذاب چی بکنین؟ تحریر بکنین. باز هم ببینین از قسمت بالا میایم به این طرف پایین، سر الفبای چی باشه؟ باریک باشه. تا این قسمت فشار میتونم که نوکش باید باریک شود از طرف بالا. بس خلاص حرف لام. قسمت ها هم زخیم است. به این شکل ساده و آسان شما میتونید حرف لام چی کنید؟